من یک نفر خواهر اسلامی شما ختم کرده دانشگاه اسلامی به نام امام ترمذی شهر دوشنبه هستم. من سال 2004 به خواست پدر و مادرم با جوانی به شوهر برآمدم. مادر یک پسر دوست رو یک هستم و 1 سال می شود که در خانه پدر و مادر خود زندگی دارم. حالا شوهرم جواب مرا دادگی نیست، اما من دیگر با او زندگی کردن نیستم. سوال من با شما چنین است: شخصی که عائله مسلمان را ویران سازد، گوید که تو زنت را سر ده، من خودم تو را زن می دهم و دیگر گپها، پاداش کار او چیست؟ حال آنکه لانه گنجشک را ویران سازند چقدر بی‌ضابطه می شود. شما تصور کنید استاد خانه آدمیزاد را ویران می کنند. فرزند من هیچگاه گرسنه و لوچ نمی ماند. خداوند رازق است و فرزند من همه چیز می رسد، تنها مهر پدر نمی رسد. شوهری که زن نکاحی خود را با زنا تهمت می کند، با گپهای اپش گوش کرده فرزند حلالی خود را حرامی می گوید و از فرزند خود روی می گرداند. خداوند با آن خیل شوهر چی مناسبتی دارد؟ استاد التماس کمی هم که باشد در این خیل آدم ها سخن گویید، آنها را نصیحت کنید. ممکن که یعنی من در بین زنهای مسلمان نشسته باشد و نصیحت‌های شما را شنیده خطاگی خود و دادرش را فهمد و حس مسلمانی در او بیدار گردد. و استاد شما در حق من دعا کنید، شاید که دعای شما و گوش پروردگار مهربان رسد و این چنین به فرزند من هم دعا دهید که مثل شما فرزند صالح با علم و تقوا و با ایمان به وایه رسد برحمتک یا ارحم الراحمین. یعنی این خواهر گویم یک مصیبت خیلی وزنینه که جدا شدن، خانه ویران شدن خیلی البته مصیبت وزنینی هست. چگونه که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میگوید یعنی ابغض الحلال الی الله الطلاق، طلاق حلال است لیکن بدترین حلال ها در نزد پروردگار این طلاق است. یعنی چگونه که ما برای همه شما چندین بار گذاشتیم که این نشانه جوانمردی، این نشانه غیرت، این نشانه ایمانداری شما نیست که شما زنهاتان طلاق دهید، شما زنهاتان از خانه پیش کنید. یعنی فرزندها و زنهای شما آواره و به گویم مهر پدر دور از نصیحت و از تربیه شما دور می شود. این فقط و فقط به ضرر اسلام و به ضرر این جامعه ما و شما هست. هیچگاه دادرای عزیز و برادرای مهربان به طلاق هیچ وقت نزدیک نشوید. و این شخصی که زن خدا تهمت میکند و میگوید فرزند تو حرامی است و تو مثال زناکار و دیگر هستی، حبیب خدا یک حدیثی دارد: اجتنبوا سبع الموبقات، شما از 7 چیزی که هلاکتان میکند در دنیا و در آخرت شرمنده تان میکند، از این 7 چیز دور باشید. یکی از اونها چیست؟ قذف المحسنات المؤمنات الغافلات. یکی از اونها تهمت کردن زنی که وای بیچاره درک ندارد، نه به زنا نزدیک شده است، نه فرزندش از راه حرام است، فقط و فقط در تهمت گرفتار شده است. حبیب خدا گفت این تهمتگر از جمله این 7 نفری هست که در دنیا و در آخرت وای هلاک می شود. وای در پیشگاه پروردگارش برای این جنایتی صادر کردهش، برای این تهمتی کردگیش البته جواب می گوید. لیکن گویم آن اپایی که یا دادری که یعنی با این کار دست دادن، از زن جدا شدن، من برای تو زن می دهم، تو را صاحب زن می گردانم، یعنی اینها گویم اینم نشانه ایمانداری نیست، اینم نشانه مسلمانی نیست. مسلمان ها چگونه که من در جمعه گذشته برای شما کمی از مهربانی، کمی از اتفاقی مسلمان ها صحبت کردم، باور کنین این نشانه
ایمانداری نیست. حبیب خدا میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان ندارد یکی از شما تا زمانی که آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد برای برادر مسلمانش دوست ندارد. آیا همین اپایی که گوییم این دادر خدا خانه خراب کرد، خانه جدا کرد، آیا وی دوست می‌دارد که خواهر او را داماد اونها به این احوال اندازد؟ آیا دوست می‌دارد؟ البته دوست نمی‌دارد. مادامی که خانه ویرانی خواهر خودت را دوست نمی‌داری، باید خانه ویرانی دختر همسایه را برای خودت روا نبینی. این نشانه ایمانداری ما و شما است. این غمخواری است. باور کن این دشمنی است، این کینه است، این حسد است، این بدبختی است که ما و شما نسبت کلین و نسبت گویم دختر مردم و ما و شما گویم دختر همسایه است، دختر عمکمان است، دختر یگان برادر مسلمانمان است. این گونه گویم عملها را وقتی که ما و شما جاری میگردانیم، این نشانه بی ایمانی و ضعیف ایمانی ما و شما را نشان میدهد. بسیار نیک می شود که اگر همون اپه است، دادر است، وقتی اگر صحبت ما را شنود و حیات اینها را برقرار کند، و خدا قسم در نزد پروردگار اجر خیلی جزیل را، یعنی گویم بی نهایت یک اجر کلانی را برخوردار می شود. وقتی که با یک خانه را شما گویم که چیکار میکنین؟ باز پیوست میکنین. در اسلام دروغ گفتن حرام است، لیکن برای یک زندگی را برقرار کردن باور کنین حبیب خدا اجازت میده که دروغ گوید تا که زندگی یک زن و یک مرد یک جایه شود. حال آنکه خداوند ویل برای کاذبان، ویل برای دروغگویان خوانده است. دروغگو را حبیب خدا منافق گفته است، لیکن در حالت برقرار کردن یک زندگی اسلام رخصت میدهد که شما دروغ استفاده برید. برای همین اگر این خواهر است، این اپه است، اگر این زندگی را برقرار کند، انشاءالله در نزد خدا ثواب خیلی کلان میگیرد. السلام علیکم داملای محترم. ما زنها یک سوال داریم. همه میگوید که زنها را به مسجد آمدن درست نیست، یعنی با نماز جمعه. با این سوال جواب گویید. اگر امکانیت باشد برای زنها یک جای معین کنید. التماس خواهش زنها هست. یعنی این مسئله در اداره مفتیات حل شدگی بود. گویم یک گروه عالم های تاجیکستان یک جایه شدند و فرمان صادر کردند که یکی از آن فرمان ها این آمدن زن به نماز جمعه ناجایز است، گفتند مکروه است. این در خانه پیشینش خواند. این یک گروه عالم های تاجیکستان فتوا دادگی هستند. از این خاطر یعنی ما گویم برای شما یگان جای آماده کردن ده شرایط هم نداریم و تا زمانی که باز این عالم ها اگر فتوای صادر نکنن برای آمدن زنها، باور کن از دست ما چیزی نمی آید. تا اگر همون عالم ها باز یک جایه نشده و باز زنها را دعوتی به جمعه نکنن، یعنی از دست من هیچ چیز نمی آید، هیچ چیز نمی آید. اگر چنده که امروز زنها احتیاج به شنیدن امر معروف دارند، احتیاج دارند. امروز اگر ما زنها را امر معروف کنیم، نهی منکر کنیم، انشاءالله باور کنیم خاندان تاجیک مثل یک گلدسته می شود. فرزندای ما و شما با زیادتر همین تاجیکستان را دوست می دارند. دخترای ما و شما دخترای با حیا می شود. اگر ما امکانیت داشته باشیم که زنها را نصیحت کنیم، زیرا که امر معروف فقط برای مرد نیست بلکه برای زنها هم هست. امر معروف باید زنها هم گوش کنند. لیکن امروز که مبادایی که گویم یعنی فتوا که صادر شدگی هست، ما هم تابع مفتیات هستیم، ما هم اجرا کننده فرمان همون گروه عالم ها هستیم. از این خاطر در این بابت من چیزی بهر شما گفتن نمیتوانم، هیچ چیز گفتم نمیتوانم. فقط اگر در کجایی که شما میتوانید که اگر جمع یک
جمعیتی اگر وجود داشته باشد ما میتونیم که بین شما رفته چیزی از سخن خدا و پیغمبر در بین شما رسانیم. الحال همین قدر گویم امکانیتش نزد من هست، دیگر از این زیاد من امکانیتی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحال مادرای که گویم که صحبت مرا انشاءالله میشنوند، از اونا الحال گویم خواهش من همین است که همون زن انصاری، همون زنی که از مدینه نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا، مردها نماز جمعه می روند، مردها نماز جماعت می روند، مردها نماز گویم عید می روند، مردها عیادت بیمار می روند، این قدر ثوابهای زیاد اونها صاحب می شوند. ما باشیم در خانه نشسته ایم، چیکار کنیم که برابر مردها ثواب می گیریم؟ حبیب خدا به جانب مردمی که در اطرافش نشسته بود گفت آیا این گونه سوالی که این زن داد از دیگر زن شنیده بودین یا نه؟ گفتن نه نشنیدیم. گفت ای زن، گفت برو به تمام زنهای مدینه برسان که آن ثوابی را که مردها در نماز جنازه و در نماز عید و در عیادت بیمار و نماز دیگر ثوابهایی را که چی در جهاد و مردها برخوردار میشوند، شما هم برخوردار میشوین زمانی که در شوهرهاتون خدمتگار باشین. یعنی شما اگر خدمت شوهرها را کنین، شوهرها از شما راضی باشند، شما ثواب جهاد هم میگیرین، ثواب جمعه را میگیرین، ثواب نماز جنازه را میگیرین، ثواب عیادت بیمار هم خداوند در نامه اعمال شما می نویسد. از این خاطر الحال که رخصت نیست، شما می توانید که با این عمل چند زنین انشاءالله برابر مردها ثواب می گیرید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت داملا بعضی زنها برای که شوهرشان از پدر و مادر، اکه و دادر و خواهرشان روی گرداند، پیش یگان ملا رفته شوهرش را جادوگری میکند. آیا این زن و همان ملا در روز قیامت چه جزا داده می شود؟ با احترام یکی از مخلصان اشهدی شما. این ملا نیست برادر عزیز، یعنی شما جادوگر گویید. یعنی وقتی زنها پیشی در ما و شما میگن ملاگیش کردن، نه ملاگی نه، بلکه شما گویید که جادوگریش کردن، سحرش کردن. ملاگی گفتن در شما غلط میکنید، نادرست میگویید. و پیش ملا هم نه، ملا هیچ وقت جادوگر نمی شود. آدم کافر جادوگر می شود. آدمی که از دین روی می گرداند، انسانی که گویم ایمان ندارد، در نزد پروردگار شرف و قدر ندارد، وی جادوگر است، وی فالبین است. حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سمع شما می رسانم، باز گوش اندازین. این مسئله مهم است. اگرچه این روز در کولاب خدا را شکر که قریب کی نیست، لیکن در پایتخت خیلی زیاد است. فالبین ها و جادوگرها، مردم به آنها خیلی اعتقاد دارند و بسیار مراجعت میکنند. گوش میاندازیم که پیشوای ما معلم حبیب خدا به شما چی وظیفه میدهد، چی دستور میدهد. اگر این حکم حبیب خدا را شما ترک سازید یا اهمیت ندادین، شما در نزد پروردگارتان عاصی و گناهکار هستید. همون حدیثی که الحال خواندم، اجتنبوا سبع الموبقات، 7 طایفه که در دنیا و در آخرت هلاک شدن، شرمنده‌اند، در خجالتند. یکمش کسی است که شریکی در پروردگار میارد، دویمش جادوگر است. دویم نفرش جادوگر است، کسی که در دنیا علم جادو را می آموزد، یا علم جادو را با کسی تعلیم دهد، یا با طریق جادو گویم دلگرمی و دلخنکی و دیگر عملها را انجام می دهد. من اتا عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 لیله. این حدیث
امام مسلم است. حبیب خدا میگوید کسی پیش یک فالبین میرود و آن چیزی که فالبین میگوید این کس میگوید که راست گفتی. همین کلمه راست گفتیش حبیب خدا گفت که 40 روزه عبادتت از نامه اعمالت خط زده شد. 40 روزه نماز، یک کلمه که گفتی راست گفتی، 40 روز نمازت محروم شدی. میدانی نمازت این برای تو در روز قیامت دستگیر است. تو دستگیری خودت، یاردمچی خودت پرک کردی، نابود کردی. من اتی عرافا او کاهنا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که پیش یک جادوگر می رود، کسی پیش یک آدمی که غیب گپ میزند می رود، کسی پیش یک فالبین می رود و تصدیق میکند آن چیزی که وی میگوید، حبیب خدا گفت فقط کفر بما انزل علی محمد، شما به قرآنی که بر محمد نازل شده از کافر شدی. کسی که پیش فالبین یا پیش جادوگر می رود. ان عایشه، این حدیث متفق علیه است، سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم اناس من الکهان، یک گروه مردم پیش حبیب خدا آمدن. عایشه میگوید، مادر مانزن رسول اکرم، دختر ابوبکر صدیق، میگوید من گوش داشتم نزد حبیب خدا بدم. گفتن که ای حبیب خدا در حق همین جادوگرها چی میگویی؟ از جادوگرها پرسیدند. لیسو بشیء، حبیب خدا گفت جادوگرها این چیزی نیستن، گفت یعنی هیچ چیز نیستن، گفت اینا. فقالوا یا رسول الله، این مردم گفت ای حبیب خدا انهم یحدثون احیانا بشیء فیکون حقا. ای حبیب خدا گفت اونها را گوش انداز، بعضی وقتا چیزایی میگویند که حق است، بعضی چیزهایی را پیشکی میگویند که حقیقت دارد. رسول اکرم چی گفتند؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم تلك الكلمة من الحق يختفوها الجني فيقرها في اذون ولیه. حبیب خدا گفت که آن کلمه حق را که این جادوگرها و فالبینها به سمع شما رسانیدن، این کلمه حق را آنها از آسمان دزدیدن، از بین ملائکه ها دزدیدن، آمدن در گوش همون ولی خود چون که جادوگر است در گوش او گفتند. فیخلطون معها مئة کذبتین. حضرت گفت بعد آنه که یک کلمه حقی را که این جنها از آسمان می دزدند و آورده در گوش همون سردار خود می گویند، این جادوگر 100 دروغ دیگر را با او آمیخته می کند و بین شما پیشنهاد می کند. در روایت بخاری است که عایشه روایت می کند، می گوید جنها نزد ابر می روند، تا نزدیکی ابر می روند، آن صداهایی که در آسمان، آن واقعه هایی که در آینده رخ می دهد جنها گوش می کنند و اونها را گرفته آورده در همین جادوگر و فالبین هایی که اونها یار شیدگی هستند در گوش اونها می رساند و اونها به شما می رسانند. شما می گوید حق می گوید. حبیب خدا گفت شما در داخل اون 100 دروغ دیگر وجود دارد، باور نکنید. گفتند هر کی سازد قول فالبین را قبول، در حقیقت کافر است و لا قبول. یا کنی تصدیق قول فالبین یا کنی دشنام رب العالمین، برابر است. بسیار گناهی وزنین است. دادرای عزیز هیچ وقت به اینها تکیه نکنید. اونا آدمای جینی هستند، اونا جین دارند. اونها را باید که دعاخوانها دعا خوانند. اونا گویم باور که در این جامعه ما بی‌نهایت ضرر کلان میرسانند. کسی که پیش اونها میرود اون را هم صاحب جین میگردانند. یعنی کسل‌های دیوانه کسل و هر گونه کسل‌هایی که خیالی میشوند همش از حساب همون جادوگر و فالبین هاست که لشکرهای زیاد دارند. کسی با آنها مراجعت میکند اون هم
الکی در چند جین او گرفتار می شود. هیچ وقت به آنها نزدیک نشوید، از آنها باور هم ندارید، از آنها هیچ فایده ای نیست. و همان زنهایی که میخواهند شوهرهاشان دوستشان دارند، آخر از دست فالبین چی می آید؟ از دست جادوگر چی می آید؟ تو خدمت شوهر کن، شوهر از تو راضی می شود. تو در دنیا به واسطه جادوگر مثال گویم دلی او را گرم میکنی، در قبر در آخرت در نزد پروردگار چی میگوی؟ حبیب خدا میگد ایما امراتین ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زنی که از او شوهرش راضی باشد، این زمان وی وارد جنت می شود. ای جادوگر و فالبین تو را جنت بردن نمیتواند کو. دزدانی که در بازارها پول دزدی میکنند، خداوند با آنها چگونه عمل میکرده باشد؟ التماس جوابشان منتظرند. ای مال یک برادر تا دزدی کردن، گویم یک برادر مسلمان تا ضرر رسانیدن، آیا چی فایده دارد؟ همون حدیثی که اتدرون من المفلس، حبیب خدا گفت ای صحابه ها میدانید مفلس کیست؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا دینار له. مفلس گفت بله ای حبیب خدا، کسی است که پول ندارد، مال ندارد، این مفلس میگویند. گفت نه، گفت این میگویند. گفت نه، گفت این المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکات. حبیب خدا گفت مفلس کسی است که در روز قیامت نماز دارد، روزه دارد، زکات دارد. خب لیکن وای راست میکنن همین نماز خانه و یأتی قد شتم هذا. یک کس می آید و پروردگار میگوید ای الله، همین شخصی که نماز میخواند، زکات میداد، روزه میگرفت، همین آدم در دنیا مرا دشنام دادگی هست و اکل مال هذا. دیگرش میاد میگوید ای پروردگار، انا همین شخص در دنیا پول مرا دزدیدگی بود. فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسنات. اینجا چند گروه می آید. گروهی می آید که میگوید مرا در دنیا کشتگی است، گروهی می آید میگوید مرا در دنیا تهمت کردگی است و این گونه. الله در آخر چیکار میکند؟ از حسنات این آدمی نمازخوان و زکات دهنده حسناتش میگیرد و در این انسانایی که در دنیا گویم جبر از دست این دیده بودن، در دست اینها میدهد. وقتی که نیکی این آدم که تمام شد، الله امر میکرد که باید دوزخ بره. این انسانی که در دنیا اگر گویم مال دزدی میکند، یک برادرش تهمت میکند، یک آدم در ظلم میکند، یقین داند که در روز قیامت از حسناتش گرفته میشود و با این شخصانی که در دنیا آزار داده بود داده میشود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما خواهش میکنم که با این سوال ما جواب دهید. میگویند که اگر دستت سیخ زند یا اینکه در انگشتت ریسک باشد، در دستت پول می آید. اینها در اسلام هستند یا نه؟ و باز میگویند که اگر پایت سیخ زند بر خانه‌ات مهمان می آید. اینا درست است یا نه؟ التماس با این سوال ما جواب دهید. ما یک گروه مخلصان شما اینا هستند. در مردم ما و شما دست سیخ میزند یا پای سیخ میزند مهمان می آید یا که دیگر، یا در ناخن‌های ما و شما یک سفیدی پیدا می شود، میگویند که این ریسک است. اینا خرافاتند. خرافات شاید شما ندانید خرافات چیست. خرافات معنای خرافات چیست؟ گپی بیهوده. گپی بیهوده را خرافات میگویند، یا عقیده یا مفهومی که بی اساس است، هیچ پایه علمی ندارد، این خرافات میگویند. در ما و شما خرافات خیلی زیاد است، خیلی زیاد است.
حتی در روز جمعه مثال زنها را غسل نکنید، یا اینکه خفاوه نکنید، یا در چای ها من یک شمه میبینن مهمان است فلان فلان گفته، اینا همه خرافات هستند. اینا در باور نکنید، همه این دروغ است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله میگه من رزق میدهم، اگر همین ناخونت پوری سفیدی کی شود، اگر من رزقت ندهم این به این رزق پیدا نمی شود. این دروغ است. اینا معنا ندارن، اینا در هیچ وقت باور نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اکای حاجی. خداوند زبان شما را باز هم شیرین تر و براتر بگرداند و دشمنی تو را کور بگرداند. از برادر شما یک سوال. من چند بی نماز را با واسطه دروغ گفتن، حال آنکه دروغگویی نقض نیست و پیامبر ما گفتند الکذب لامتی، یعنی دروغگو امتی من نیست. من چند بی نماز را با واسطه دروغ نمازخوان کردم. این کار کرده من درست است یا این حدیث پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم مرا در فکر ماند؟ التماس اکای حاجی جواب این سوال مرا خوب میشد که پره به ما میگفتید. خدا شما را نگه دارد. برادر عزیز، در اسلام دروغ گفتن حرام است. چگونه ای که چندین حدیث ها را ما در باب 5 صفت مؤمن برای شما گفته بودم که حتی حبیب خدا گفتند که از برای پیغمبر گفتند آیا مؤمن ترسانچک می شود؟ گفتند بله مؤمن ترسانچک می شود. گفتند آیا مؤمن گفتند دروغگوی می شود؟ حبیب خدا گفتند نه، گفتند مؤمن دروغگوی نمی شود. مقصد آدم مؤمن باید دروغ نگوید، لیکن در اسلام در 3 حالت دروغ اجازت میدهند. یکی در حالت حرب، حالتی که جنگ باشد، یعنی از دو طرف دشمن ها و این طرف مثال گوییم آدمانی که با این دشمن ها می جنگند، برای جای خود عوض کردن که پیش از آنی که دشمن تو را کشد تو دشمن را مثال به قتل رسانی، این حالت دهم اگر فریب دهی این هم جایز است، دروغ جایز است. دوم اصلاح بین 2 نفر، چگونه ای که گفتیم یک عائله را برقرار کردن یا 2 برادری که با یکدیگر قهری هستند، اینا را ما میتونیم که با واسطه دروغ در پیش اینش اینش تعریف کنیم، در پیش اینش تعریف کنیم و هر دینها را باز چکار کنیم؟ برادر همون اصلی گردانیم. سوم میتواند که مرد زنش را و زن شوهرش را دروغ گوید. این هم در اسلام اجازت دادن. مثل که برای راضی کردن دل زن ما میتوانیم گوییم که مثال زنک پروا نکن، همین یک مدت پس یک چند مبلغ در دست من می آید، برای تو گوشوار طلا و گردنبند طلا خریده می دهم. برای دل همون زن به دست گرفتن اگر دروغ گویم اجازت است. یا گویم زنک پروا نکن، سال آینده من تو را حج روان میکنم، این هم اجازت است. ببین تا که در بین زن و شوهر الفت و مهربانی باقی ماند، وای با یک دل امیدی که یعنی همین شوهر با من مهر دارد، یعنی با من محبت دارد، در نیتی گویم که یعنی زیبا کردن و آبادی من این شوهر است گفتند یعنی اسلام اجازت میدهد. از این خاطر همین برادری که با دروغ نماز خوان شود باور که این خیلی وزنین است. امروز الحمدلله که وای مثال ببیند توده جوانها را نماز خواندن، اینقدر احادیث ها، اینقدر آیت های قرآن، رسول پروردگار توبه میکنی که خداوند اگر گناه باشد گناه تو را بخشیده گرداند. و این برادری که نمازخوان شده است یعنی خوش به حالش که البته از دست شما هدایت یافته است. در همین 3 حالت اجازت میدهند که اگر ما و شما دروغ گوییم. بابای داملا السلام علیکم. عوض کردن دندان پوسیده با طلا برای مردان درست است یا نه؟ اگر نه برای چی عوض باید کرد؟
بر چی عوض باید کرد؟ یعنی امروز گویم که فتواش هم صادر شده است، فتواهای اکای داملا محمدی هست، در فتوای محمودی هم بسیار یک بیانی خوب کردند که اگر ضرورت باشد ما و شما دندانها ما طلا هم کنیم باکی ندارد. این اگر دندانهای پوسیده داشته باشه، خب دندانهایی که ما و شما را آزار میدهد، اگر اونها را طلا هم که کنیم ضرری ندارد از روی ضرورت. لیکن از روی زیبایی و زینت در اسلام حرام است، هیچ وقت اجازت نمیدهد. لیکن اگر شما گویم که طلا را هم یک طرف گذارین و از صدف یا از دیگر نمودهایی که الحال برآمده است، سنگهایی که یعنی بسیار قیمتش از طلا هم بالا از قیمتش، فرفور میگوین یا که فاسفور میگوین چیزی میگوین، اگر از اونها هم که کنیم با اینش بهتر. لیکن اگر با اون شرایط ما نرسید، طلا هم که کنیم رخصت است، اجازت است. دوم سوال، خوردن گوشت جیره، قشقلداق، روغن خیرس و بسیار به مانند اینها به نیت طبابت درست است یا نه؟ برادر عزیز، میگه یک شخص از حبیب خدا را پرسان کرد که حبیب خدا، همین عرق در جسم آدم فایده دارد؟ در جسم گفت گویم که یک شکل طبابتی را دارد. حبیب خدا به جانب این مرچی گفت انه لیس بدواء ولکنه داء. این حدیث مسلم است. حضرت گفتن نه، گفتن عرق، گفتن این دوایی نیست، بلکه گفتن سر به سر درد است. گفتن انسان وقتی عرق می نوشد، گفت هیچ فایده در جسم او نمی شود، بلکه سر به سر بدن او را درمند می کند، جسم او را ضعیف می گرداند، اعضاهای او را گویم باز بیمارتر می گرداند. این شفا ندارد. ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. حبیب خدا گفتن پروردگار هم درد داده است و هم دوا داده است، هم درد دارد هم دوا دارد، و از برای هر یک درد دوای هم پروردگار روان کرده است. و حبیب خدا گفتن شما دوایی کنید، لیکن فقط به چیزی حلال دوایی کنید، از حرام ها دور باشید. حضرت ابن مسعود چی میگوید؟ ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم. در آن چیزی که الله و حرام گفته است در او شفا گذاشتگی نیست. شما به چیز حرام هیچ وقت طبابت نکنید. این است در باب گویم که با چیز حرام طبابت کردن. در حالت چیز حرام در فقه از آن جمله حنفی هم رخصت میدهند که اگر تمام حلال کرده ها را استفاده میبریم، تمام معالجه های دکتر را استفاده میبریم، میبینیم که هیچ فایده نمی شود، بعدا یگان طبیب حاذق، طبیب دانایی که اگر ما و شما را دلالتی با چیزی حرام کند، این حالت در اسلام برای ما رخصت میدهد که یک کم برای طبابت استفاده میبریم. اگر وقتی که تمام حلال کرده ها را ما و شما استفاده بریم. در برابر گویم همین میگن روغن خیرس گرم است، گوشت گوسفند هم گرم است، عسل هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، بسیار چیزایی هستند که اینا هم میجازشان گرم است. شما میتونید با این حلال کرده ها، زیرا که وقتی که شما عرق نوشی را پیشنهاد کن یا یگان چیز حرامه که خوردن گرفتین، این علاقه شما را عادت میکناند، شما علاقه عادتی میشوید. من گفتم مکتوب ها را خیلی کم نویسید، بسیار دراز می نویسند، تمام ترجمه شو می نویسند بعضیش. بسم الله الرحمن الرحیم. ز بسم الله بگشادم دری راز، ثنای ذاتی بیچون کردم آغاز. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ببخشید یگان میده وقتتان را گرفته، از شما یک دو جواب انیق را
گرفتنی من یک زن گناهگارم. داملای شیرین سخن، کسیته های شما را قریب که همه اشان را گوش کردم و باز من بسیارتر کتاب های دررة الواعظین و قصص الانبیا را میخوانم. باز من این قدر گناه بسیار میکنم. داملای مهربان، شما درباره پدر و مادر و شوهر را چخیل باید حرمت کردن بسیار سخن گفتید. من باشم از خدا می ترسم که من شوهرم را نقض دیده یکدیگر را گرفتیم و پدر و مادرم را از برای این شوهر شده آنقدر حرمتم نمی کردم. من را حاضر که عذاب و در میان ما که یکدیگر فهمی نیست عذاب می دهد. من باشم سرسختی را گرفته در زبانم اقلا یک مراتبه نمی آید که از آنها بخشش پرسم. از پدر و مادرش ده برای خاطر شوهرش ده، شوهر احترام میکند، یکدیگر را نقض دیدن، خب و با پدر و مادر ملال شدن. حتی میگوید که زبانم نمیگردد که از پدر و مادرم بخشش طلب کنم، ولی شوهرم را چلی که گوید حرمت میکنم، اما او باشد از من ناراضگی همه وقته بیان میکند و این مخلص شما هست اما با گفته هایتان نمی کند. با سخنهای قبیح دلم را سخت‌تر گردانیده است که من نماز 5 وقته را با غم و اندوه و گپ‌های ناراحت او خوانده فراموشم می آید. این باشد باز یک گناه من است. وی باشد دختربازی کرده مرا پس میزند. من باشم دو چشم بینا، دو گوشی شنوا، شکرانه همه رساگی را دارایم و یک پسر هم دارم. وقتی که او بسیار از حد گپ‌های هرخیله میگوید ممکن گپش را میگردانم. چی جای دروغ؟ او مرا مجبور میکند که گپ گردانم. داملای شیرین بیان، از شما خواهش دارم دعای شما در نزد یزدان پاک قبول میگردد. در حق من دعای خیر کنید و من صبر جمیل دهد از شر شیطان ظالم، از بدیهای نفس اماره خدا مرا نگاه دارد. خب التجا دارم باز یک بار دیگر به من مصلحت دهید که من چخیل حرمت شوهرم را کنم. از خدا می ترسم که در قطار روسیاهان نباشم. من آنقدر دختری با صبر نبودم. از وقتی که کسیته ها را کشاده گوش کردم خیلی هم با صبر شدم. در آخر با شما گفتنی هستم که خداوند صف شما را زیاد بگرداند. یعنی البته حرمت شوهر برای هر یک زن فرض است، لیکن حرمت پدر و مادرم از همه ضرور است. این معنای را ندارد که خواهرای عزیز شما احترام شوهر را کنین و پدر و مادر از شما ملال باشند. اون چگونه زبان است که برای بخشش طلب کردن نزد پدر و مادر خودت کشاده نمی شود. این چگونه احترام شوهر است و این چگونه مخلصی ما هست که زمانی که گوییم دختر بازی میکند. این مخلصی ما هم نیست. مخلصی ما شخصی است که پیروی آیات های قرآن و پیروی احادیث های رسول اکرم است. این ما مخلص هم نمیگوییم. این مخلصی ما هم نیست. ما گویم از مخلصی این گونه شخصا را خط میزنیم. این مخلصی ما نیست. مخلصی ما کسی است که آن چیزی که ما پیشنهاد میکنیم با وی عمل کننده باشد. حبیب خدا میگوید ان رجلا قال، یک مرد پیش پیغمبر خدا آمد و گفت ما حق الوالدین علی ولدهما، حق پدر و مادر بالای فرزند چند قدر است؟ اندازش معین که ای حبیب خدا؟ قال هما جنتک و نارک. این حدیث ابن ماجه است. گفت ای مرد، گفت همین قدردان که پدر و مادر دوزخ و بهشت توست. همین قدر بدان. گفت حقشان این قدر بلند است که جنت هم وابسته به پدر و مادرت است، دوزخ هم وابسته به پدر و مادرت است. اگر پدر و مادر از تو راضی باشد تو وارد جنت میشوی. اگر پدر و مادر از تو ناخوشنود باشد هیچ وقت تو گفت وارد جنت نمیشوی. برای همین این خواهر عزیز باید که از پدر و مادر گویم بخشش طلب کند و خدمت پدر و مادر انجام دهد تا که این بهشتی که الله برای وعده دارد
با نصیب شود. اینجا حدیث های زیاد در این باب وجود دارد. حتی جوانی آمد گفت ای رسول اکرم میخواهم که جهاد کنم بزیدی و مقابل دشمنای خدا چی میگوی؟ گفت احی ابواک، پدر مادر زنده است؟ گفت بله پدر مادرم زنده است. ففیه ما فجاهی، حبیبی خدا گفت رو خدمت هم پدر مادر کن، اینم جهادی در راه پروردگار است. بین حکم جهاد بینین و قدر پدر مادر نظر کنین. برای همین هر یک جوانی که امروز اگر ملال باشین، پدر مادر از شما ناراضی باشد، شما اینجا آمده جمعه خوانین، شما اگر عالمی اگر گوییم آسمانی که شوین، در نزد خدا شما هیچ قدر و منزلت ندارید تا زمانی که اگر پدر مادرتون راضی نمیگردانید. سلام داملای عزیز حاجی میرزا، ما یک گروه بچه ها از شهر دوشنبه، ما در بازار سخاوت سودا میکنیم. الان این بچه ها در همینجا اشتراک داشته اند. این سوالا بر ما دادن که تعجیلا جواب گردانید. ما را میگویند که این خیل نماز نخوانیم، دست ها زیر ناف نگیریم. ما چی خیل نماز خوانیم که مذهب امام اعظم تنقید میکنند؟ در حق ما بچه ها دعا کنید. خدای مهربان شما را عمر دراز و در هر قدم هاتون خدای مهربان حسنات نصیب بگرداند. این سوال در اینجا چند تا هست؟ 3-4 سوال است فقط در همین باب که یک گروه جوان ها ما را میگویند که زیر ناف دست هاتون نگیرید و اونها به حضرت امام ابو حنیفه هر سخنهای قبیح میگویند. برادرای عزیز، من عصبانی نمیشوم، من گویم که باید از روی تعصب به شما جواب نمیگردانم، لیکن این قدر میگویم که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلموه ولا یحقروه، مسلمان باید برادرش تحقیر نکند، مسلمان باید برادرش در دروغ نگوید، مسلمان باید مسلمان را در یک دشمن تسلیم نکند، مسلمان باید نسبت یک برادر حسد نداشته باشد، مسلمان باید نسبت یک برادرش کینه نداشته باشد. راستی بار من چی گویم به آن شخصانی که چگونه زبان کشاده می شود و حضرت امام ابو حنیفه را ما و شما تنقید میکنیم؟ باور کنین آیا همین کدام شما را خوش می آید که نسبت حضرت امام ابو حنیفه که امروز اکثر دنیا پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستند، چگونه همین زبان کشاده می شود ما و شما حضرت امام ابو حنیفه را تنقید میکنیم؟ آیا حقوق داریم؟ همینده نداریم حقوق، هیچگاه حقوق نداریم. باور که همون جوانایی که برادر عزیز ابو حنیفه را تنقید میکنند همونها خودشان گمراه هستند، خودشان به عقل هستند، خودشان باور کنین اونها سلفی نیستند، اونها گمراه هستند. نگذارین برادرای عزیز، نگذارین که اونها در پیش شما این امامی که دنیا و اعتراف میکند میشناسد اونها تنقید کنند. شما اگر گوش اندازین در گوش کردنش گناهگار میشین، به خدا قسم. گوش کردنش ده وقتی یک آدمی عادی را گوییم، یک برادری که تماما سواد ندارد، خط ندارد، وقتی شما غیبت میکنید گناهگار میشوید. پس یک امامی که گوییم مجتهد است، اینقدر گوییم کتابها و مسئله ها را برای ما و شما کتابت کردن، چگونه در غیبت او ما و شما گناهگار نمیشیم؟ محترم اکای حاجی میرزا، یک نفر مخلص شما از ناحیه کلخازآباد، زبیدالله، اینم الحال آمده است، سوالای تعجیلی به دست جوابشان میگردانیم. احترامانه از شما خواهش میکنم با این سوالی من جواب گردید. یک شخص یک پیاله عرق نوشید و از هوش بیگانه نشده باشد، نماز خواندن او درست است یا نه؟ برادر عزیز، میتونه ما سوره مؤمنون تلاوت کنیم، قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. الله میگوید همان مؤمن نجات یافته اگر در نمازش خاشع باشد، در نمازش شکسته دل باشد، در نمازش حضور دل داشته باشد.
وقتی تو حرام کرده پروردگار را میخوری، باز بالای جای نماز میبرایی، آیا در کجاست همون حضور دین؟ در کجاست همان خدا ترسی؟ کجاست؟ آخر آدم نماز میخواند که از خدا میترسد. ما 5 صفت مؤمنه از سوره انفال برای شما تعلیل کردیم. یکمش چی بود؟ انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. هر وقتایی که یاد پروردگار در پیش اونها کرده شود، دلهای اونها ترسان باشد. از الله باید ترسان باشد. کجاست همون ترسی تو؟ کجاست همون نشانه مؤمنی تو؟ البته این نماز مثل همون حجی که آدم از پول حرام می رود حج میکند، حجش قبول، لیکن از ثواب حج محروم است و هیچ ثوابی نمیگیرد. اگرچه این نماز فقهای ما و شما اگر درست هم که گویند، لیکن هیچ ثوابی ندارد. زیرا طلب الحلال فریضة علی کل مسلم است. حلال طلب کردنش به ذمه همه مسلمان چی است؟ فرض است که ما و شما از وجه حلال و لقمه حلال خوریم. در این جسمی که حرام کرده پروردگار را راه دادیم، حضرت ابوبکر صدیق چی گفت؟ گفت که از حبیب خدا حدیث را شنیدم، کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به. هر جسدی که در او حرام کرده پروردگار در آمد، این جسد روز قیامت عذاب خواهد کشید. برای همین از عذاب پروردگار دور باش. این گونه نماز هم نیست باور کنید. گفتی شاعر نماز کسری صدق و صفا نیست، اگر در کعبه بگذاری روا نیست. اگر نماز از ترس خدا نباشد، نمازی که برای رضاگی خدا نباشد، این نماز اگر در کعبه که بخوانی نماز نمی شود. حرام خورده سه نماز خوانده سه، زنا کرده سه نماز خوانده سه، دزدی کرده سه نماز خوانده سه. این آخه مسخره کردن در اسلام می شود. دوم، یک شخص ناز کشید و طهارت نکردن نماز خواندن او درست است یا نه؟ همین نازکش کی تعریف کرده است؟ کجاست همه آدمی که همین ناز تعریف میکنه؟ حبیب خدا میگه کفا بالمرء اثما ان یضع من یقود. از روی گناه برای همون نازکش میگوید بسنده است که حق کودکاش در نازخری استفاده برد. اگر همون پولی که در نازکشی و سیگارت کشی اگر ما صرفش کردیم، این حق کودکا است. ما در روی گناه همینش میگد برای شما بسنده است. اگر ناز کشیدی طهارت کن، سیگارت هم کشیدی طهارت کن. این از روی تقوا هست، این از روی پرهیز است. زیرا حبیب خدا گفتن کسی پیاز میخورد، کسی سیر میخورد، کسی ترب میخورد، کسی پودینه میخورد، با مسجد ما نیاید. زیرا بدن او بوی میکند، ملائکه ها از وجود او میگریزند. وقتی ناس آیا بوی ندارد؟ همین ناس کو همین نزد یک دهن نازکش، یک دهنش تماشا کنیم، باور که دهان نازکش به دهان آدم مانند نیست. نه دندان حلال است، نه گوشت حلال دارد. یک بار گفته بودیم، بعضی آدم ها گفتن بسیار خوش آمد به مردم، لیکن باز میگویم که آفرین به همون زنی که در پهلوی نازکش خواب است. آفرین، باور کنید. انا مولانا میگه باید همون زن اگر فوکش بند خواب کنه درست است. میگه درست است. خب سوم، جوانان و یک قسم آدمان حاضره با لباس آستین کلته و سریلیج نماز میخوانند. این درست است یا نه؟ با احترام مهمان شما زبیدالله، این برادر ما الکی در اینجا مهمان بوده است. خدای مهربان در هر قدمش حسنات بنویسد. سریلوچ و آستین کلته در مذهب حضرت امام ابو حنیفه گویم کراهیت میگویند و خواندن سریلوچ و آستین کلته را. لیکن اگر ضرورت باشد باکی ندارد. اگر ضرورت باشد. اما و حصر رأسی که عباره مختصر است، که این هم در اداره مفتیات همون یک گروه عالم ها یک جایه شدن و درباره سریلیچ و آستین کلته هم همونجا فتوا برآورده بودند
که این از مذهب امام ابو حنیفه نیست. برای همین و حصر رأسی میگوید، این سر لج نماز خواندن مکروه میگوید، الا تذللا، مگر که از روی ضرورت. یعنی شخصی است که اداره نشین است، کارگر است، میآید سر لیج یا آستین کلته نماز میخواند، اون ما حق نداریم که با اونها مثال سیاست کنیم و اونها را از سر لیج و آستین کلته منع کنیم وقتی که ضرورت باشه. برای همین یک مراجعت دیگر دارم، این است که اگر امروز جوانایی که به مسجد می آیند، خوب می شود که اولا همون یک عرقچینی که هست همون در جیبه هاتون جا کنین. از این قدر ملامت و از این قدر گپی مثال بلند شنیدن و از این قدر کشاکشی که در اطراف همین مسئله هست، بهترین صورت همین در همون جیباتون جا کنین. همین مسجد که در آمدی بالای سرت بکشش نماز خواندن بگیر. دیگر نه پهلوگید ملامتت میکند، نه کسی به طرف تو نظر میکند، نه کسی گویم ملا امام دیگر مثال گویم که مورد بحث و محاکمه قرار میدهد. بسیار خوب میشود جوانای عزیز، اون قدر کاری وزنی نیست، اون قدر مشکلات هم ندارد. من یک عرقچین بالای سرت میمانده، برآمدی از سرت بگیر، رفتن بگیر باز. خب و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا خیلی باز سوالهای مهم و ضروری باقی مانده بود. انشاءالله اگر میبینیم جمعه آینده اگر شود سوال جواب نشود، از همه اینجا در برادرای مهمان آمدگی بودن، از ما بسیار خواهش کردن که در باب صبر در مصیبت و صبر از معصیت صحبت کنید که بسیار برای ما مهم است. گفته صبر در مصیبت و صبر از معصیت، این هم خیلی موضوع خوبه هست، موضوع لازمه هست. اگر خدا خواهد کوشش میکنیم که تا جمعه دیگر اگر تیار شویم این موضوع را پیشنهاد میکنیم، این موضوع را صحبت میکنیم، و الا اگر تیار نشدیم سوالای زیاد است، انشاءالله باز سوال جواب میکنیم. در مسئله سرولویچ و آستین کلته فقط پدرای عزیز و بعض برادرها سختگیری سخت نکنید، بسیار سختگیری بد نکنید. اگر میبینیم بعضی جوانها هستن آمدن به مسجد، انشاءالله همون مسجد سر لیچ آمد، همون مسجد که در آمد همونجا ملا امام دارد، موعظه دارد، آهسته آهسته این جوان صاحب تاقی هم میکند، صاحب آستین دراز هم میکند. نگاه کردم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سر مبارک در سجده گذاشتگی است. به نزدیک او آمدم، خیلی مدت منتظر شدم که خیلی سجده طولانی کردند. بعد این سجده میگوید سر مبارک برداشتند و به سوی رسول اکرم گفتم ای حبیب خدا، اینقدر سجده طولانی کردی، اینقدر سجده دراز کردی، گمان کردم که از جسم مبارکتان روحتان جدا شده است. حبیب خدا گفتند در حالت سجده حضرت جبرائیل آمده بود و به من از نام پروردگارم سلام آورد و گفت من صلی علیک صلیت علیه فسجدت شکرا لله تبارک و تعالی. حضرت جبرائیل آمدن گفتند که الله بر تو سلام میگوید، بعد سلام این که کسی که اگر بر نام تو یک بار میگوید اللهم صل علی محمد، من که خدای او هستم 10 بار درود و رحمت به حق اون بنده میفرستم. این بشارت پروردگار وقتی که نزد من آورد، فسجدت شکرا لله تبارک و تعالی، من این نعمت را شکرانه کردم و به سوی پروردگارم سجده طولانی کردم. از این خاطر از ما و شما هر کسی که اگر به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستد، خوش به حالش که انشاءالله وای چه در قبر و چه در روز قیامت یک یاردمچی بهترین برای ما به حساب می رود. حتی همین صاحب قصیده برده عبدالله بصیری که گوییم که به بیماری فلج گرفتار بودن،
حضرت میگوید شبی که من 100 صلوات بر روح پیغمبر خدا فرستادم، همان شب حبیب خدا را در خواب دیدم و او حضرت میگوید یک جامعه در بدن داشتند، بالای من پر تافتند و گفتند ای عبدالله بشارت به تو که تو صحت و سلامت شدی. وقتی سحر میگوید بیدار میشوم، همان فلجی که چندین ساله در وجود من بود، این بیماری از جسم من جدا شده است. من شفای کامل یافتم از فضیلت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اگر ملال خاطر نباشد نزد شما یک سوال میارم. یک برادر اسلامی داشتیم که صاحب 2 فرزند بود. قضای الهی او را از این دنیای فانی به دارالبقا برد. بعد آش چیلی او همسرش بطن 4 ماهه خود را اسقاط کرد. در این بابت چی میگوید؟ آیا که این شریعت اسلام این را چگونه قبول میکند؟ با احترام، داده عشق خدا از ناحیه میر سعید علی حمدانی، طالب جان احمد. السلام علیکم و رحمت الله. یعنی این برادر سوال کردن که وقتی که یک رفیقی داشتیم صاحب 2 فرزند بود، با قضای الهی این دنیا را پدرود گفتند و در شکم عائله‌اش باز یک فرزند بود که 4 ماهه بود. بعد وفات این شوهرش این فرزندش اسقاط کرد، یعنی ابورت کرد. آیا این در نزد شریعت چی هست؟ ما بار هم گفته بودیم که تا 4 ماهگی اسلام رخصت میدهد که اگر زن همان فرزندی که در شکم دارد ابورت کند اجازت است. لیکن وقتی 4 ماه شد دیگر در 4 ماهگی اسلام اجازت نمیدهد که زن ابورت کند، اجازت نیست. زیرا که در 4 ماهگی الکی روح در این جسد دمیده می شود، یعنی این فرزند صاحب جان می شود. تا 4 ماهگی این جان نداشت. در 4 ماهگی که صاحب جان می شود، وقتی اگر وی ابورت میکنی همچون قاتل نفس، همچون آدم کش در نزد خداوند معرفی میشوی. لیکن تا 4 ماهگی اگر ابورت کرده باشد این در اسلام هیچ ضلال زیانی ندارد. السلام علیکم. داملای شیرین بیان میگویند که روزه ماه رجب در حدیث نه آمده است. آیا این حق است؟ و طریقه درست روزداری چگونه است؟ اصلا الحال ما و شما در ماه رجب قرار داریم. امروز 23 ماه رجب است. از روز پنجشنبه گوییم که داخل شدن این ماه رجب از روی حساب احجزده بود، حساب کردیم امروز 23 ماه رجب. لیکن در ماه رجب روزه داشتن و نماز خواندن در یگان حدیث صحیح وارد شدگی نیست که ماه رجب روزه داشته باشد، ماه رجب نماز داشته باشد. اگرچنده که در بعض کتاب‌های فارسی ما و شما از فضل و از بزرگی این ماه رجب صحبت‌ها می رود، حتی از نماز و روزش، لیکن اونها اساس علمی ندارند، اساس‌های علمی ندارند. طریقه درست روزداری این روز دوشنبه و پنجشنبه است. اگر در همین ماه رجب یا بیرون ماه رجب شما روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزدار باشید، این سنت از سنت‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود. وقتی حبیب خدا را از روز دوشنبه پرسیدند ای حبیب خدا آیا روز دوشنبه چرا روزه گیریم؟ حضرت گفتند این روز تولد من است. روز دوشنبه روز تولد من است. روز دوشنبه روزی هست که من پیغمبر شدم. روز دوشنبه روزی هست که
حضرت جبرائیل برای من وحی آورد و حبیب خدا گفتن روز دوشنبه و پنجشنبه دیگر حکمتش این است که همه عملهای نیک و بد شما پیشنهاد پروردگار می شود، آیا قبول می شود یا رد می شود این الله می داند. حبیب خدا گفتن دوست می دارم که زمانی که عملهای من پیشنهاد پروردگار شود در روز دوشنبه و پنجشنبه و من روزدار باشم، یعنی روزی که روزدار باشم و عملهام پیشنهاد پروردگار باشد این را من گفت دوست می دارم. از این خاطر بهترین روزه روز دوشنبه و پنجشنبه کدام شما می خواهید؟ و دیگر روزه این است که 13ام، 14ام، 15ام هر ماه 13ام، 14ام، 15ام 3 روز از هر ماه اگر شما روزه گیرین حبیب خدا گفتن در نزد پروردگار اجرش این است که 1 سال کامل شما روزدار هستید. نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الوصال، لیکن از روزه که پی در پی باشد از این حبیب خدا باز من کردند. شما 2 ماه و 3 ماه پی در پی روزه نگیرید که این اجر ندارد، این ثواب ندارد. بعضی آدمی هست که سال روزه میگیرد، حبیب خدا گفتن از این من شما را من میسازم، شما گناهکار میشوید. هر یک جسم بالای شما حق دارد، گفت دستها حق دارد، شکم حق دارد، چشم حق دارد. شما حق اینها را چکار نکنید؟ ویران نکنید. این از طریقی درست روزداری ما و شما این است. از این خاطر از همه مادرها خواهش من این است که بسیار از ما چی تلفنی و چی غیر تلفنی پرسان میکنن که چند روز روزه داریم. برای همه مادرهای ما و شما، خواهرهای ما و شما که امروز به ماه رجب اخلاصی خیلی کلان دارن و حتی همون حدیثی که در کتاب آمدگی است که ماه رجب این ماه پروردگار است، این حدیث صحیح نیست. این حدیث صحیح نیست. و مادرهای ما میتوانند که از روزه رجب دیده بهترین عمل این است که شوهرهاشون خرسند کنند، شوهرهاشون احترام کنند، فرزندهاشون تربیه کنند، عفت و حیا را در وجود خودشان را دهند. این از 1000 ماه رجب روزه داشتنش بهتر است. امروز میبینی سری خواهر ما و شما لوچ است، روزه دار است، در زبانش تمام کلمات بی حیایی وجود دارد، لیکن از ماه رجب روزه دارد. اینا هیچ معنا و فایده ندارد. برای همین از همه مادرهایی که روزه ماه رجب می‌دارند توصیه ما این است که شما در این ماه رجب خدمت شوهرهاتان نکنین، بیرون از رجب هم در خدمت شوهر قائم باشین. ان شاء الله شما در نزد پروردگارتان اجر خیلی بلند بگیرید. بزرگی این ماه رجب این است که در این ماه معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. 27م این ماه با اکثر روایت گویم روز سه‌شنبه روز معراج پیغمبر خداست. بزرگی این ماه را انا همین شرفش همین است که حبیب خدا در این ماه نزد پروردگارش با درخواست پروردگار نزد الله رفتگی هست که این است سوره اسراء سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پروردگار این شب معراج، این عروج رسول اکرم به نزد خودش به نص قرآنی و آیتهای قرآنی برای ما و شما خبر داد. اگر کسی که این معراج پیغمبر قبول ندارد یا میگوید که وی در خوابش رفتگی است به جسم نرفته است، وی کافر می شود. زیرا این نص قرآنی است که محمد صلی الله علیه و سلم نزد پروردگار رفتگی هست، که قرآن هم این حکایت میکند که میگن در روایت ها که شاید در خانه هانی بود از یکی زنهایش. بعضی روایت ها این است که بین حتیم، همون بین یک سنگی که در کعبه هست و بین خانه کعبه همون جا یک کاواکی هست، یک کشادی هست.
همونجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با پهلو بودن، خواب بود. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام. کلمه لیل استفاده می شود که لیل این شب را میگوین عربها. شب حضرت میگد خواب بودن که اناگاه کسی پایش می مالید. چگونه ای که یک فرزند پای پدر می مالد، پایش می مالید. نگاه میکند که جبرائیل امین در پهلوش نشسته است. جبرائیل پای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مالیش میداد و می مالید. حضرت از جاش گفتند السلام یقریئک السلام، ای محمد از جات خیز که الله به تو سلام فرستاد و تو را با یک تشریف رسمی به سوی آسمان دعوت دارد. الحال ما و تو یک جایه باید سیری بر آسمان کنیم. حبیب خدا میگوید از جاش خیستند. براقی که از اسب پستر و از خچیر بالاتر بود میگوید پیغمبر و رنگی سفید داشت که با یک چشم نگاه کردن سرعت حرکتش اینقدر تیز بود که حتی چشم رسیدگی ده این براق میرسید. بالای این براق مرا سوار کردند و این جلوی براق می داشتگی جبرائیل امین بود که میگوید مرا حرکت دادن به مسجد اقصی آوردند که این در فلسطین است. وقتی اینجا رسیدم یک توده پیغمبرهای زیاد از دوره های حضرت آدم تا حضرت عیسی در این مسجد اقصی روحشان وجود داشت. وقتی ما داخل مسجد شدیم به خیال گذرانیدم که نماز کی میخوانده باشد. حضرت ابراهیم میگوید از بین این پیغمبرها نزد من آمد و دست مرا گرفت و پیش نماز آورد. گفت تا امروز این مسجد اقصی از بنی اسرائیل بود و اینجا گویم نزول وحی بود و همه پیغمبرها از این مکان برآمدند. از این روز اعتبارا این مسجد اقصی از تو و از پیروان تو هست. چگونه ای که امروز این مسجد اقصی در دست مردم یهود است که مسلمان ها را در اونجا خیلی آزار و مشقت میدهند، که چگونه ای که امروز هم این دست خونالود یهود هیچ خانه مسلمان قرار نمیماند. فرزندهای مسلمان ها گویم همه بیچاره ها یتیم و در بدر و سرسان و سرگردان است از دست این قوم ظالم. خداوند در آن نقشه هایی که اینها نسبت مردم مسلمان میکشند خودشان خدای مهربان سرگردان بگرداند و چگونه ای که خانه مسلمان ها را این قوم ویران کرده ایستادند، سرسان و سرگردان دارند، خدای خاندان اینها را ویران بگردانید. حبیب خدا میگوید 2 رکعت نماز خواندیم. مختصرا من میگویم برای فضیلت همین ماه رجب حضرت میگوید در براق مرا سوار کردند و آسمان به آسمان از حضرت آدم سرکردگی در آسمان اول پروردگار میگوید آسمان ها را زینت داد. بعد زینت دادن تمام پیغمبرها را امر کرد که حبیبی مرا پیشواز گیرید. ملائکه ها را میگوید صفی در صف کرد. حبیب خدا هر آسمانی که میدرامد السلام علیک ایها النبی، ای پیغمبری خدا خوش آمدی گفته پیشواز میگرفتند. حضرت آدم بود. در دویم آسمان میگوید حضرت عیسی را دیدم. در سوم آسمان حضرت یوسف را دیدم که خیلی حسن زیبایی داشت که چنان حضرت یوسف میگوید زیباگیش دیدم، آنقدر زیباگی داشت که قریب گویم نصف زیباگی تمام بنده های خدا در چهره حضرت یوسف گذاشتگی بود. لیکن حضرت جابر چی میگوید؟ وقتی میگوید پیغمبر خدا جمال حضرت یوسف تعریف کردن، به خدا قسم میگوید شب از شبها که ماهتاب 15 روزه بود، اینقدر روشن بود. من نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدم، زیارت کردم. یک بار نظر میکردم به ماهتاب، یک بار نظر میکردم به چهره حبیب خدا محمد. قسم به خدا گفت چهره محمد از آفتابم دیده روشنتر بود، از همون ماهتابم دیده چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روشنتر بود.
اگر خداوند حسن نصف بندگانش در جمال یوسف گذاشته باشد، تمام حسن بنده هاش در محمد صلی الله علیه و سلم گذاشتگی بود. حضرت میگوید وقتی نزد حضرت موسی برآمدم، حضرت موسی وقتی که با او سلام علیک کردیم از او جدا شدم، حضرت گریه کردند. گفتن ای پروردگارا، چه محترم شخصی، چه پیغمبری که همه شرف و بزرگی را بر این دادی، در دوام 23 سالی که دعوت کرده است همراه امتانش همگی وارد جنتش میکنی. اینقدر دعوا و اینقدر دعوتی که ما کردیم، لیکن ما خود روز قیامت نجات میابیم و امتهای گناهگار ما وارد دوزخ میشوند. نزد حضرت ابراهیم برآمدیم، از اون میگوید بعد سدرت المنتهی رفتیم. سدرت المنتهی مکانی بود که در پهلوش قرآن میگوید جنت واقع بود. وقتی در اینجا رسیده میگوید پرده های نور بود. وقتی پس نگاه میکنیم که جبرائیل نیست. بین تا آسمان هفتم میگوید همراه جبرائیل میگوید یک جایه بودیم. وقتی در این سدرت المنتهی رسیدم نگاه میکنم محمد میبینم جبرائیل نیست در پهلوی ما. پرسان کردیم ای جبرائیل، آیا این مکانی هست، آیا این وقتی هست که تو دوست در اینجا خالی بگذارد؟ حضرت جبرائیل چی گفتن؟ گفتن ای محمد لو تقدمت شبرا لاحترقت. ما برای خود یک مکان خاصه ای داریم، اون مقام توست. قسم به عظمتی پروردگار گفت اگر به مقدار یک مورچه پیش روم 600 بال مرا همین تجلیات الهی می سوزاند. دیگر ما پیش رفتن نمیتونیم گفت. اون پیش دیگر حق توست. حتی پیغمبری خدا گوییم به مکانی رسیدن که یک مکان نور بود، با پروردگار سلام علیک کردند، چی گفت و گزار کردند. مختصرا میگردیم، ما سوال هامون زیاد است. بعد از آنجا وقتی که پایان آمدند، وقتی پایان زمین آمدند، باز در همون کنار خواب بود، همون کنار ده جبرائیل وقتی که رسول اکرم گذاشت، ابو جهل لعین سحر به نزد رسول اکرم آمد و گفت آیا از آسمان یگان خبر داری یا نداری؟ از حساب تمسخرانه. وای به خاطر گوش کردن سخن آسمان نبود، فقط مذاق میکرد، فقط تمسخر میکرد. آیا از آسمان یگان خبر داری؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ای ابو جهل، گفتند امشب من از همین مسجد مکه مکرمه و مسجد اقصی فلسطین رفتم. ابو جهل میگه چنان خنده کردند. گفتن همین 6 ماهه مسافه ای که بین مکه و بین فلسطین است تو همین شب رفتی؟ گفت بله همین شب من رفتم. گفت خنده کنان میگوید، خنده کنان به خانه ابوبکر صدیق آمد. رسول را استونی حنانه بشناخت. مولوی رومی در زیر همین آیت میگوید پیغمبر یک چوی خرما شناخت. بالا یک چوی خرمایی که می برآمد و مردم موعظه میکرد، وقتی اون چوی خرما را ترک کرد و بالای منبر دیگر برآمد، همان چوب خرما گریه کرد که پیغمبر خدا تا امروز بالای من می برآمدی، چی شد که امروز ما از پای مبارک تو محروم شدیم؟ همان چوب خرما میگوید مثل کودکی که برای مادر گریه میکند همون گریه میکرد. مولوی میگوید رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. و یک چوب شناخت، لیکن ابو جهل آدم بود و نشناختش. دوان خانه ابوبکر آمد برای که در دل ابوبکر شبهه اندازد، دل ابوبکر دو دیله کند. آمد در ابوبکر تق تق کرد، ابوبکر. حضرت از داخل صدا دادن چی میگویی؟ گفت من نگفتم که محمد دیوانه هست، من نگفتم همین رفیقی که تو برای خود انتخاب کردی دیوانه هست، من نگفته بودم. میدانی محمد چی میگوید؟ تو چی میگوید؟ این دوستی من چی میگوید؟ او میگوید امشب من از مکه مکرمه فلسطین رفتم، 6 ماه را در یک شب.
ابوبکر صدیق گفت اینا محمد گفت؟ گفت بله محمد گفت. و قسم به خدا گفت ای ابو جهل، اگر محمد گوید که من از مکه مکرمه فلسطین رفتم و از فلسطین آسمان سیاحت کردم و گشته آمدم، قسم به عظمتی پروردگار وای راست میگوید، وای دروغ نمیگوید. از این خاطر بود که رسول اکرم گفت لو وزن ایمان ابوبکر من ایمان امتی لرجح ایمان ابوبکر. اگر ایمان ابوبکر در یک پله ترازو گذارم، ایمان تمام امتان ما در پله ترازوی دیگر گذارم، ایمان و اخلاص و محبت ابوبکر گفت بالای همه این گفت غلبه میکنه. ابوبکر صدیق اولین شخصی بود که معراج پیغمبری خدا را قبول ساخت. اما همون معراج در همین ماه رجب صورت گرفتگی است. بعض روایت ها می آید که وقتی نزد پروردگارش رفت محمد، الله گفت وقتی که دوست پیش دوست می آید یک هدیه می آرد. ای محمد تو نزد پروردگارت آمدی، چه هدیه آوردی؟ چه هدیه داری؟ حبیب خدا میگوید گریان شدن و گفتن یگانه هدیه‌ای که پروردگار من پیش تو آوردم این گناه امت هست، این گناه امتانم هست که آوردم. پروردگارا گناههای امتان مرا بخشیده کن. این یگانه پیشنهادی که من در ذات تو دارم. همان امتی که امروز زنش سرالوچ کرده است و مردش توی به توی رقص کرده گشته ایستاده است. اما همین امت پیغمبری خدا میگوید وقتی الله از من پرسان کرد که چه هدیه آوردی، گفتم گناه امت آوردم. خدای همین را با فضل خودت مغفرت کن. این بزرگی از ماه رجب انا همین است که معراج در همین شب صورت گرفتگی است، در شب 27 همین ماه. السلام علیکم آقای حاجی میرزا، ما از شما التماس میکنیم که با این سوال ما روشنی اندازید. در نماز تهجد سجده سهو کرده می شود یا نه؟ نماز تهجد نزد مذهب امام ابو حنیفه یکی از نمازهای نافله به شمار می رود، یعنی به خواندنش ثواب و به نخواندنش گناهگار نمی شوید. برای همین سجده سهو در نماز نافله اگر کنین درست می شود، اگر نکنینم گناهگار نمی شوید. السلام علیکم ای واعظ راه الله، خدا نگهبان شما باشد. من طالب علم مدرسه شهر قرغان تپه الان در شهر کولاب تحصیل علم دارم و خواهش دارم که شما که با این سوال من جواب گردانید. من در آینده نیت دارم که 40 روز در خانه نشسته با عبادت مشغول شوم. صحیح بودن این را به من فهمانید که برای کیها روا است و برای کی نی؟ برای آن که چی کاری هست سنکید، چی طالب علم یا کسی دیگر من دیدم که می نشینند 40 روز، یعنی چیله میگویند در ما و شما. چیله نشستن این در دین اسلام نیست برادرای عزیز، زیرا که انسانی که در چیله می نشیند تصور کنید که وای نه نماز جمعه می خواند، نه نماز 5 وقته که سنت مؤکده حبیب خداست این هم ترک میکند. و دیگر این که هر یک بنده خدا امروز وظیفه دار است که باید چی در خانه خود چی در همسایه‌داری خود باید مردم دعوتی بر اسلام کند و از این نعمت ها محروم میماند. از این خاطر باید که چیله نشستن در ما نیست. حبیب خدا میگن من شذ فی النار، کسی اگر تنهایی را دوست دارد، کسی اگر از مردم جدا شدن برای خود نغز بیند، وای تنها آتش دوزخ برده می شود. کسی اگر تنهایی را دوست دارد، کسی اگر از مردم جدا شدن برای خود نغز بیند، وای تنها آتش دوزخ برده می شود. یعنی هیچ وقت باید علیکم بالجماعه، حبیبی خدا میگه دائم شما را ای پیروانم تأکید میکنم که فقط با جماعت باشید.
فقط با مردم باشید، هیچ وقت تنهایی را برای خود انتخاب نکنید. از این خاطر دادر عزیز می تواند که هیچ وقت چیله را برای خودش انتخاب نکند که این چیله نشستن از دین اسلام نیست. سلام داملای عزیز، با این سوالی من جوابی پوره دهید. یک همسایه ما نان و آب ندارد، قرض کرده و از قرض میکند و از قرضدارها میگریزد و نان و آب میدهد. شما با این کار چی گفتنی دارید؟ سری این کارها را چگونه بگیریم؟ ما در این موضوع صحبت داشتیم که برادر عزیز، الله در قرآن میگوید صدقات برای فقرا هست. یعنی صدقات باید ماها کیها را دهیم؟ آدمای فقیر را دهیم. امروز عکس شده است، آدم فقیر آدمهای بای نان و آب میدهند، تا جایی که بایها خیر احسان نسبت کمبغل ها داشته باشند. امروز کمبغلی که صاحب یک سوم یا نیم سوم می شود در حال دیگر راست می کند، آب و نان تشکیل می کند و مردم سیر و گرسنه را نان می دهد. شما الکی گوییم که آن چیزی که سپارش پروردگار است انجام داده نایستاده این، یعنی انجام نداده این، زیرا شما خود مستحقین. یعنی شما باید که خود صدقه خور باشین، شما باید صدقه دهنده نباشین. اسلام هیچ وقت دستگیری نمی کند آن نان و آبی را که از نارسایی باشد. قرضداری کو یک طرف، این آدم قرضدار کو تماما حق ندارد که خیر احسان کند، لیکن آدمی که شرایط نداشته باشد برای او خیر احسان کردن در اسلام جایز نیست. امروز باور کنید بعضی برادرها بر ما زنگ میزنن از دولت‌های روسیه، از همه دولت‌هاش. داملای عزیز دعا کنید که ما بیمار هستیم، در حق من دعا کنید. این بیمارها بیچاره به یک حالت خیلی مشکلات 4 سوم صاحب میشوند، همین خانه در رسیدن برابر که الله که خیر احسان سر میشود. بیچاره حالی پای قدم کرده است، تا از راه دور آمدی گفته دیگر وای اهمیت نمیدین که به کدام حالت آمده است، در کدام صورت است. خیر احسان چندین بار گفتم، فقط برای شما این قدر میگویم که شرایط دارین خیر احسان کنین، ندارین خیر احسان نکنین که شما گناهگار میشوین. و آن برادرانی که در این مسئله ها گویم مردم دقت میدهند، طعنه میکنند چرا تو خیر احسان نمیکنی، اگر همون آدمی را که طعنه دارد دقت میدهد کمبغل باشد، این برادر در نزد خدا گناهگار میشود. ما و شما حقوق نداریم که بنده هایی که بیچاره شرایط ندارند ما و شما با آنها دستورات خیر احسان دهیم. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا، سوالی دارم، خواهش میکنم جواب گویید. مسئله اسراف کمی روشنی می انداختید. کسانی که اسراف کردند اسرافکارند، چگونه گناه است؟ خداوند در قرآن در باب اسراف ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا میگوید شما بنده های خدا اسراف نکنید، زیرا که پروردگار اسرافکار دوست نمی‌دارد. اسرافکار برادر شیطان است و شیطان در نزد پروردگار کافر است. کسی اسرافکار است برادر شیطان است و خدا گفته ایستاده است که شیطان در نزد الله کافر است. در دیگر جای قرآن خداوند برای ما و شما سوره اسراء هست میگوید کلوا واشربوا ولا تسرفوا، شما خورید و نوشید اسراف نکنید، بخورید بنوشید اسراف نکنید. حتی صاحبان تفسیر میگویند که انسان وقتی زیاد میخورد انمو زیاد خوردنش اسراف است. وقتی آدم میگوید عقلش فقط در همین بهتر کردن دنیا صرف میکند و فکر آخرت نمیکند، حتی صرف کردن عقلش همین هم از اسرافیات است. باید ما و شما در اسراف هیچگاه راه ندهیم. خداوند در سوره ابراهیم
میگوید و استعذ ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و این کفرتم این عذابی لشدید. اگر شما در نعمتهای خدا دادگی شکرانه کنید به قدر آنها رسید، خدا زیادش میکند. لیکن اگر شما در دادگی پروردگارتان خراجات کنید، اسراف کنید، بی پروایی کنید، عذاب پروردگار بالای شما سخت است. این امروز ما و شما ببینید در خاندان ما چه از چراغها را، چه از آب، چه از گاز اسراف میکنیم، پروا نداریم، رفته ایستاده است. ما و شما فکر نمیکنیم که انا همین خراجات هایی که در اینها شده ایستادن، همین هم در عبادت ما زلال دارد، همین هم در بندگی ما زلال دارد، همین در ما و شما در نزد خدا گناهکار میشویم. السلام علیکم داملا، من برای انگشتی سبابه به مولای خودم بحث کردم. او به من گفت که دیگر از قفای من نماز نخوان که من امامتی تا قبول نمیکنم تا چلیک برداری تا بس نکنی. من چیکار کنم داملای؟ برای از پس یک داملای با فهم بخوانا که اما داملایی که برداشتن همین انگشت که من کنه و امامتی را که قبول نکند، الحمدلله امروز پر از داملای میفهمیدگی. روای پس یک آدمی میفهمیدگیش اقتدا کن. داملا چه حق دارد زید حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برآمد میکند؟ چه حق دارد؟ چه حق دارد وقتی که کردار امام ابو حنیفه را قبول ندارد که حضرت امام ابو حنیفه را در کتابها برداشتن انگشت در حالت اشهد ان لا اله الا الله دا برداشتن شد وصف میکنند، تاریخش بیان میکنند؟ چه حق دارد امام که خلاف کردار امام ابو حنیفه رفتار میکنند؟ مایش روای پس یک امامی با فهم و با علم نماز سر خواندن بگیر. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، من مخلص شما هستم و در نمازهای جمعه اشتراک میکنم. یک سوال به شما دارم. همین مسئله انگشت برداشتن ده، کدام بردارین کدام نمی بردارین، حق ندارین که پهلواتان ملامت کنین. حق ندارین. حق نداشتن تان به این خاطر است که شما حدیث های رسول اکرم اعتراف نمی کنید. در این باب تا 35-36 حدیث صحیح در باب برداشتن همین انگشت است. مامای من از 2.5 سالگی نابینا شده است، نماز نمی خواند و پای به طهارت هم نمی رود. او هر چند کوشش میکند که نماز خواند لیکن خواندن نمی تواند. شما چی گفتنی هستی؟ البته باید که نماز این عذر ندارد، باید که حرکت کند، یعنی از دهان همو فرزندهاش آموختن سوره ها را آموزد. اگر این قادر نشد بعدا به همون اشاره های طریق نماز خواندنش عملهاش انجام دادن بگیرد، انشاءالله همون هم در نزد خدا نماز به حساب می رود. بابای حاجی میرزا خدا یار و مددگارت باشد. یک سوال دارم. آیا در شب نکاح موی سر داشتن برای مرد به نکاح ضرر دارد یا ندارد؟ یعنی در شب نکاح امروز جوانهایی هستند که موی سر دارند. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میگوید من کان له شعر فلیکرمه. کسی از امتان من صاحب موی سر باشد بایستا که موی سرشان تازه نگه بدارند. حبیب خدا هم موی سر تراشیدن هم موی سر گذاشتن. برای همین هم تراشیدنش سنت میگوییم هم گذاشتنش سنت میگوییم. فقط کسی که موی سر دارد باید موی سرش تازه و پاکیزه نگه دارد. این موی سر داشتن در نکاح هیچ زلل و نقصانی ندارد. کسی دعوا میکند دعواش اساس علمی ندارد. برای همین اینا گفتنی هستم که دادر عزیز در شب نکاح، در نکاح تو چی زلال دارد؟ زلال دارد که وقتی که اون زنی که می آید یک سوزن در دستشو از پشت همون کستومی تو دوختن میگیرد، انا این خرافات ها در نکاح تو زلال دارد. ببین توفلی هایی که در پاهاتشان میپوشند در همین
گویم که نکاح در شب نکاح انا اون طفلی که در پای دارد و بدر نمیکند انا این در نکاح تو زلال دارد. یا در شب نکاح بعض جوانهای بی فراست و بی عقل وجود دارد که شب نکاح نوشیده به نکاح می آیند، عرق می نوشند برای شرم و حیاشان پرد تا که در نکاح شرم نکنن. آیا تو نمیدانی الحیا شعبة من الایمان پیغمبر گفته است حیا این خودش نشانه ایمانداری است. وقتی تو حیا را از وجود دور میکنی معنای این را دارد که تو ایمان از بدن جدا کرده ای. انا اینا در نکاح شما زلال دارد. در نکاح شما این 10 ماشین و 20 ماشینه که صرف و خراجات های بی معنی میکنین انا این در نکاح تو زلال دارد. در نکاح تو اون دختری را که تو فتح پشانیدی و تمام بدنش یار و رفیق نشان دادی انا این در نکاح تو زلال دارد. آن دختری را که تو پیش بزرگوارها میبری که این بیچاره ها از آمدن این عروسی تو ناراحت میشوند انا این در نکاح تو زلال دارد. انا پیش این اسراف ها را پیش این نامعقولی ها را بگیر نکاح تو بی زلال و بی زیان میشود. این موی سر داشتن در نکاح هیچ زلال زیانی ندارد. شبی که میاری خواهر تقتی مردکای بیگانه عررش میکنی و تا 2-3 شب مردم نمیمانی که خواب کنن انا در نکاح تو انا اینا زلال دارد. انا پیش زلال اگر خواهی که بگیری مرحمت انا این گفته خدا و پیغمبرت است. بابای حاجی میرزا ما از دوشنبه این سوال را به شما داده ایستاده ایم. آیا نسبت قبر را آرا و تارا زیب و زینت دادن از نگاه اسلام چگونه است؟ ما دیروز زمین را بین عصر شاه در همین بین قوم خودمان فهمانده دادیم. برادرای عزیز، احترام پدر و مادر، احترام برادر، احترام خواهر به زینت دادن قبر معلوم نمی شود. این نشانه اون نیست که تو نسبت پدر و مادرت احترام کلان داشته که بالای قبر پدرت چیکار کردی؟ قصر و قبله کردی. این دروغ است. پدر و مادر احترامش این است که در دنیا تو اونها را بار نگذاری که غمگین شوند، چه از پوشاک، چه از پول، چه از خوراک اونها را تأمین کن. اونها را مثل که فرزندات نوازش بکنی اونها را نوازش کن. پیش پدر و مادرت در حالتی در آمدن از جاد بخیز، خوش آمدی بکن. انا این احترام پدر و مادر را نشان میدهد. قبر پدر و مادر تا اگر از طلا کنی پدر و مادر از تو راضی نباشد این هیچ معنای فرزندی و گویم احترام فرزندی را نشان نمیدهد. در اسلام آرا و تارا دادن قبر حرام است. حبیبی خدا میگوید حتی شما بالای قبرهاتون گچکاری نکنید. در حدیث ها میگه در بالای قبر ننشینید، بالای قبرتون در چیزی ننویسانید. اینها را اسلام ما و شما حرام میداند. حتی در اسلام فقط رخصت همین است که یک سنگ عادی بردت بالای قبر میگذاریم تا که فرزندها ما خبر دهیم که همین قبر پدرت است یا مادرت است یا برادرت است. یک نشانه. حتی همون رشادکه هایی که در اطراف قبر میمانیم اینا اسرافن، حرام است. ما و شما گناهگار میشویم. کجا جایی که این قصرهایی که در بالای قبرها میسازیم. حتی بینین همین مختصری که ما و شما امروز تاجیکستان میخوانش، کتاب مختصر قریب 70-80 تا شرح دارد. در همین کتاب جنازه چی میگوید؟ میگوید که و کوریه الاجر و الخشب، اگر در لحد شما غشت پخته گذارین یا در لحد اگر چوب گذارین این حالت در این عمل شما مکروه است. شما در نزد خدا گناهگار میشوید. به چه خاطر؟ به خاطری که برای غشت پخته و این چوبی که در لحد میگذارید آدمای زنده احتیاج دارند. باید در لحد غشت خام باشد یا چیمی که میگویم همون سبزگاری هایی که ما و شما کنده و در قبر میچینیم انا همون زیبی قبر دارد. فتوای خلاصه را تماشا کنین. میگوید که قبر دویم بار کندن در اسلام اجازت نیست. اینا بعضی آدما قبرهاشون از اونجا میکنن اینجا میارن، اینا اسلام رخصت نمیدهد. لیکن اگر همون گورکاوها ساعتشه یا بیل یا کرته یا چیز از ظرف دنیا را در داخل قبر فراموش کرده باشد
اینجا اسلام رخصت میدهد که دویم باره قبر کنین و همان چیزی که زنده ها احتیاج دارن بیرون قبر کنید. ببین تا این صورت اسلام اجازت نمیدهد که در قبر چیزی از اسباب دنیا ضایع شود، پوسیده و نابود شود. برای همین از همه شما برادرای عزیز خواهش من این است که شما بالای قبرها دا بنا نکنید، بالای قبر برای خودتان سجدگاه جای نماز قرار ندهید. اینا را در حدیث ها رسول اکرم حرام خواندگی هست. گفتی اما حضرت مولوی جنونی که اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پر در لحد گر اژدهار است. این چی فایده دارد بالای قبر تا اگر از تمام میگوییم که بهترین مال دنیا آرا و تارا دهند، لیکن داخل قبر اژدهار داشته باشد، داخل قبر راحت نداشته باشد، این چی معنی دارد؟ آمپول شما در یتیم خانه ها، در همسایه داری هاتون، در مکتب ها برده انشاءالله اگر صرف کنین، این در روح پدر مادر شما شاد می شود. اجازت نیست برادرای عزیز در بالای قبر بغیر یک سنگ عادی حتی کتابت نویساندن ممکن نیست. السلام علیکم حضرت داملا، یک پیشوا داریم که دائم کارش همین است که اگر چیزی ندهی در یگان کار و بارد یا معرکه های خرسندیت یا مصیبتت اشتراک نمیکند. این خیلی پیشواهایی بوده است که اگر تا حق شکی نمیتی در یگان کار و بارد راست نمیسته، نه در معرکه خرسندی نه در معرکه مصیبت. حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم پیشوای ما میفرماید این المسئله لا تحیلو. ببینید طلبیدن حلال نیست. وقتی همون پیشوا هست، وقتی همون گوییم که از جمله شیخ است، از جمله عالم است، از جمله ایشان است، از جمله کسی نباشد. وقتی میگوید که حق مرا دهید، وقتی طلب میکند، این حبیب خدا گفتن حرام است. حرام. هیچ وقت امت محمد باید طلبنده نباشد. حبیب خدا میگوید لو تعلمون ما فی المسئله ما مشى احد الى احد یسأله شیئا. اگر شما میدانستید که طلبیدن چند قدر بیناموسی است، بیعاری است، شما هیچ وقت پیش یک برادر مسلمان تان یک قدم برای طلبیدن نمیزدید. یکی افسوس که این طلبیدن شخصان برای خود اختیار کردن که ناموس ندارند، اونا گویم حیا ندارند. برای همین ما و شما حق نداریم که گویم برای ما فلان قدر مبلغ جدا کن بعد من در کار بار تو راست میستم، یا اینکه من فلانی زاده‌ام، من بالای همه شما گویم سردار هستم یا فلان هستم، باید که برای من شما مبلغ جدا کنین، برای من نظر دهین. این در اسلام ما وجود نداره. بعضی ساده های ما و شما را اونها می ترسانند حقی مرا بده. وقتی مثال تو نمیدی بعد وایمه میکنند نمیتی، حقی مرا نمیتی، حقو گویا که تمام یعنی ندادی تمام تو میسوزی. نه، خودش میسوزه. او دعا هم ندارد برادر عزیز، باور کن نترسین، این چیزی چی گپ نیست. اسلام ما باید طلبنده تیار نکند. امروز برای چی ما میگیم که همون بچه هایی که در راه ها هستن صنف 1 و 2 میخوانند یا از اون در پستر هستن، اونا را شما پول ندهید. به چی خاطر؟ به خاطری که در طبیعت او طلبیدن میموند. وای آیسته آیسته میده میده آخر کلان شدن میگیرد، با همین راه طلبیدن الک عادت میکند. وای دیگر در مکتب نمیخواند، وای دیگر مکتب هم که رود تمامی حش و خاطرش به سوی همون اطراف مزارهایی که امروز طلبنده ها در اطرافش نشستند. انا فقط تمام خاطرش همه گویم حشش طرف همون مزار، طرف همین امروز قبرستان ها را جای کردن. میبینن که مردم قبرستان میرود، در نزد قبرستان که باز پول تقسیم کنی که هست، این کودک ها همون جمع روند تا که با اونها پول دهین. شما ندهین بر اونها پول، اونا را شما خودتان طلبنده میکنین. امروز این بهبودی که الحمدلله در تاجیکستان شده ایستاد، شما میبینید روز به روز زوادها باچیده ایستند، روز به روز راهها کشاده شده ایستادند. امروز کدام بدفرد تاجیک این زوادها را سرداری میکنند؟ ما و شما که وقتی که فقط طلبنده تیار کنیم، همین طلبنده هایی که امروز داریم کتکت هایی که هستند
مردم هم میترسانن که حق ما را بده، نمیتی خیلی میبینی. همیناش بسن، ایناشا بیا ما و شما تلبنده نکنیم، ایناشا بگذار که بیچاره خوانند، بگذار که آینده دار شوند، در همین جامعه تاجیکستانی ما و شما خدمتگار شوند. اینا درست نیستن، تلبیدن حلال نیست برادری عزیز. این ملاگی و باور کنین پدرای عزیز، ایشانی و شیخی که برای خدا نباشد، و خدا قسم در نزد پروردگار از کرم لای خورک دیده، این انسان در نزد خدا به قدر هست. باید همه عملی ما از برای خدا باشد. باید چی ملا باشد، چی شیخ باشد، چی ایشان باشد، چی فلانی زاده باشد، باید امروز فقط خدمت اسلام کنند، نه برای مبلغ. اگر تو در راه خدا خدمت کن، الله خودش در قرآن میگوید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این پروردگار میگوید ای انسان، تو از پروردگارت بترس، در راه پروردگارت خدمتگار باش، چنان رزقت میتم که در گمانت نیست. آنقدر مبلغ و پول از هر راه برای تو میارم که در فکر در خیالت نیست. این وعده پروردگار است. همین انسانایی که امروز خدمت پروردگار میکنن، به تلبیدن روزشان الحمدلله که رفته ایستاده است. برای همین ما و شما این تلبیدن برای خود اختیار نکنیم. این برادر ما هم حق دارد که برای این گونه پیشوا حق جدا نکند. هیچ وقت حق جدا نکن. از دوغ و پوپیسش هم نترس، انشاءالله تو در نزد خدا از این دیده با قدر تر هستی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا در یک سوال ها را خیلی دیگر میگذاریم، زیرا جمعه آینده من در باب صبر در مصیبت که خیلی از برادران اینجا از ما طلب کردن، من صحبت میکنم که صبر در مصیبت و صبر در معصیت، از معصیت چی معنا دارد. من برای شما انشاءالله اینا بیان میکنم. خیلی موضوع لازمی هست برای امروز ما و شما. جنازه بابای ولی 30 سامان، بابای ولی خدا رحمت و مغفرت کنه، یکی از عضو همین جماعت ما بود که در همین محله زندگی میکردن. فرزندای خدا را شکر که با نماز دارد. بابای ولی 30 سامانی روان کردن که در حقش دعا کنیم. بابای احمد 10 سامانی، بابای حاجی زین الدین 10 سامانی، برادرمان استاد سبز علی و بحرالدین بابا جان که برای همین مناره را تعمیر کردند، امروز مهنت کردیستند، در حق اینها گفتن دعا کنید. در حق پدر و مادرم دعا کنید. حاجی سید حامید از کوه دامن 10 سامانی، بابا خان از کارز در حق مادرم بیمار از گفتن دعا کنید، 10 سامانی روان کردن. خدای مهربان این بنده هایی که الحال نامگیر شدن، خدایا گذشتگی هاشون رحمت و مغفرت بگردانی، زنده هاشون خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی، و هر مراد و مطلب هایی که در دلشان دارند خدای مهربان با فضل و کرمت برآورده بگردانی. و تمام آن بندگانی که در این صندوق خیریه که امروز برای بهبودی همین مسجد صرف شده ایستاده است، خیر احسان میکند، خدا این خیرها را به درگاهت مقبول و خدا از همه آفتها در حفظ امانش نگه دارد. یک گروه جوانها امروز از ما طلب کردند که در حقمان دعا کنید که در سفر و در روسیه کار میکنند. خدایا همه مسافرها را از این جمهوری ما را خدایا صحت و سلامت نگه داری و با تن صحت و با دست پر و خاندان برگشتن در موفق شان بگردانی. آمین و رب العالمین. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية رفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. من این دو را نمیشناسم، لیکن از اون بی نهایت غلط میخونده است. من مقصد از آن گفتن حبیب خدا میگوید اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون. گردنی که از همه گردنی بالاست در روز قیامت، گردنی کسی که اذان میدهد. در روز قیامت از همه گردنها بالاترین گردن نصیب شخصی هست که اذان میدهد، لیکن اذان درست دهد.
در کجایی که اگر مؤذن ها باشد باید که شما اذان هاشون همون پیشواهایی که دارین اذان هاشون گذرانن. این بچه از این مسجد ما نیست، خیلی من نشناختم اذان گفتن، لیکن اذان بینهایت اذان غلط است. برای همین کاری کنی که در هر جمعه بسیاری مسجد ها میریم اذان میدهن، اذان هاشون همه غلط است. اکثر مسجد ها اذان غلط میدهن. این بسیار یک معنای کلان میدهد. در اذان گفتن هم خوف کفر است وقتی اگر نادرست اگر ما و شما اذان میدهیم. این علم اسلام علم عادی و آسان نیست. هر یک تلفظ این، هر یک تشدیدی که در داخل این هست به خودش معنا دارد. الحمد لله الذي قدرنا في سابق علمه بالإحسان ونور قلوب العارفين بنور المعرفة والإيمان وشرح صدور الصادقين بشرح الهداية والعرفان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العوف والغفران ونشهد أن محمدا عبده ورسول سيد الرسول وحبيب الرحمن صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحاب الموصوفين بالعدالة والإحسان، خصوصا على الإمام الهمام أول صحابة وأفضلهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق بعلو المرتبة كمال الاقتران، وعلى الإمام عمر الفاروق فرق بين الحق والبطلان، وعلى الإمام الهمام عثمان ذي النورين جامع القرآن، وعلى الإمام الهمام علي الرزي الوفي بتوافر الفضل والأمنان، وعلى الإمامين الهمامين الفاضلين الكاملين. يا أيها الناس قد جاء في الخبر أحفظوا ألسنتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. چگونه در خبر آمده است گفت احفظوا السنتکم. این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که ای پیروان قرآن، ای مردم تاجیکستان، پیغمبر خدا خطاب دارد، زبانهاتان نگه دارید، زبانهاتان محافظت کنید. گفتی حضرت مولوی جنونی زبان را در غضب نیکو نگه